بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با آرزوی قبولی طاعات عبادات همه مؤمنین روزدار خواستم از این فرصت استفاده نموده حدیث مبارک و نورانی پیامبر گرامی اسلام را در خصوص استجابت دعا هنگام افطار با شما شریک بکنم و از همه شما خوبان التماس دعا دارم. ببینید دوستان، افطار لحظات حساس و سرنوشت سازی هست که مطابق فرمایش پیامبر بزرگوار اسلام برای هر بنده روزدار هنگام افطارش یک دعای مستجاب هست. لکل عبد صائم دعوت مستجابت عند افطاره. برای هر بنده که روزدار هست در نزد خدا یک دعای مستجاب و مقبوله هست که باید هنگام افطار از خدا بخواهند. اعطیها فی الدنیا، که این دعا برایش در این دنیا داده میشه، او ذخر له فی الاخره، یا اینکه اگر به مصلحتش نبود ذخیره میشه برای دنیای بعد از مرگ، مخصوصا برای روز قیامت و روز جزا. انشاءالله امیدواریم که همه ما و شما جزء غافلین نباشیم و هنگام افطار و از لحظات پرفیض و با برکت افطار انشاءالله استفاده بهینه بکنیم. هم دعا برای مردم ما، هم دعا برای کشور ما، هم دعا برای اهل ما و هم دعا برای برادران ایمانی ما و هم دعا برای خود ما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. موفق و مؤید باشید.